وزارت تندرستی تاجیکستان شام 2 فوریه خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور باز 6 مورد سرایت شهروندان به ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این زمان 5 نفر از آنهایی که قبلا به این ویروس گرفتار شده بودند شفا یافتند. بنا به آمار رسمی وزارت از آغاز پاندمی تا شام 2 فوریه شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان به 17367 نفر رسیده. از این شمار 17218 نفر یا 99% از جمع سرایت شده و شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوتیدند. بر اساس این آمار حالا در تاجیکستان در شرایط خانه یا بیمارستان در مجموع 25 نفر از کرونا ویروس تبابت میگیرند. در اول ماه شماره گرفتاران تا 80 نفر گفته میشد. در 3 هفته آخر در کشور در عموم 272 حالت گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس رسما ثبت شده. خوشبختانه یگان حالت مرگ از این ویروس به قید گرفته نشده است. تاجیکستان طی اینک 2 سال پاندمی 2 موج بزرگ کرونا ویروس را پشت سر کرد که موج یکمش از بهار تا تیر ماه سال 2020 بود و موج دوم در تابستان سال 2021. 124 نفر از کرونا ویروس محض در همین 2 دوره اوج پاندمی جان باختند. ولی منتقدان میگویند شماره واقعی قربانیان کرونا ویروس نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است. هنوز سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی روی خط بیش از 400 شهروند تاجیکستان نشر شده بود که گفته میشد به علت کرونا ویروس وفات کردند. همین طور ده‌ها تن از زادگان تاجیکستان در کشورهای دیگر اساساً در روسیه قربانی کرونا ویروس شدند.